بسم الله الرحمن الرحیم. امیرحسین هستم، شیعه هدایت یافته از بلژیک. آقای محمد عزیز، شما بارها و بارها با همه شبکه‌های توحیدی تماس گرفته و مسائلی را مطرح کرده اید که بعضی از پرسش‌های شما را این حقیر پاسخ داده و همچنین اساتید محترم به خصوص استاد عزیزم جناب آقای انصاری هم همینطور. هر بار می روید و یک روایت از صحیح مسلم یا صحیح بخاری می آورید و مطرح می کنید و در آخر هم جز شرمندگی برای خودتان چیزی نصیبتان نمی شود. این که ادعا می کنید عشره مبشره در زمان حضرت عمر فاروق رضی الله عنه در آنجا حضور داشتند، ولی چرا حضرت عمر به عموی پیامبر متوسل شد؟ دلیل آنطور که جناب آقای انصاری فرمودند ایشان عموی پیامبر بودند و با توجه به شرایط اجتماعی که افراد مسن دارای احترام بسیار زیادی هستند و ایشان زنده بودند، حضرت عمر فاروق رضی الله عنه به ایشان مراجعه کرده و خواسته که دعا کنند. وگرنه اگر توسل بر مرده جایز بود به قبر پیامبر صلوات الله علیه رجوع میکرد. و اگر ادعا میکنید چرا به عموی پیامبر مراجعه کرده و به حضرت علی رضی الله عنه مراجعه نکرده، به این دلیل بوده که اولا حضرت علی رضی الله عنه نسبت به عموی پیامبر جوان بوده و عموی پیامبر بین صحابه احترام بسیار زیادی را داشته که از ایشان خواستن که دعا کنند. ولی شما شیعه های مشرک به مردگان متوسل میشوید و نه تنها به ائمه مرده متوسل میشوید، بلکه به بچه شیرخواره حضرت حسین ابن علی هم متوسل میشوید. این چه عقیده باطلی است؟ به جای اینکه حرفهای آخوندها را بیایید در شبکه‌ها تکرار کنید، کمی با تأمل قرآن را با دقت و تفکر بخوانید. متوجه اشتباهات خود میشوید. مگر اینکه تصور کنیم شما مرض نفاق و شرک در وجودتان نهادینه شده است و قادر نیست روز روشن را ببیند و در تاریکی تیری میاندازید و بس. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم. خدمت جناب آقای انصاری عزیز جمال تشکر و سپاس فراوان. واقعا تشکر میکنم از برنامه خودتون، از صحبتاتون. آقای انصاری، امیدوارم که یه روزی بیاد دست گلتون رو من ببوسم. واقعا شما دارید در راه خدا با مشرکای شیعه می جنگید. امیدوارم که خداوند متعال جزای خیر شما را بدهد و ما را هم از دعای خیرتان بی بهره نکنید. حاکم از کردستان. الله یار و یاورتان. خدا. سلام، من محمد هستم از کشور آلمان. پیامم اینه به مسلمان‌های جهان. ای مسلمان‌های جهان، شما که نظاره‌گر ازی هستید که لشکرکشی میکنن به سر کشورهای اسلامی، شما هم نظاره‌گر از این هم هستید که اسرائیل چقدر لشکرکشی بر روی از فلسطینی‌های مظلوم کرد، چقدر انسان به قتل رسون. شما باید تفکیک کنید این دوتا را از هم. ای مسلمان‌ها، شما مسئول هستید. بر مقابل مسئولیتی که دارید باید این دو چیز از هم تفکیک شود. و سلام، التماس دعا. Mm-hmm.